ادامه گفتار رامن زنان سبزبهار شاعر و نویسنده دلآگاه گلرخسار. گفتار نهم. رئیسی مجبوری نیست. رحیمی نخواهد به این وظیفه رحیمی حسابچی پیشنهاد کرده شود. رحیمی یک دسته حسابچی همانا اعتراض کرد. ماجوره، حساب و کتاب خودم را عهده کنم، خلل نرسان. از من شما با عقلها در بالا نشستند. با انگشت آسمان را نشان داد نماینده دولت. رئیس باید حتما از جنس زن باشد. یا تو رفیق؟ با تاش مراجعت کرد یاغی خدیری آتش گرفته. به قرار پارتیا و حکومت زیت هستی. دمی تاش به درون افتاد. پارتیا فرمان می‌دهد. میخواهم نمیخواهم نیست. زنها مغل برداشتند. او نخواهد، ما میخواهیم. مجبورش میکنیم. میخواهد. زیبا رئیس میشود و سلام. گفت سمنی زنی رئیس. اما زود به معنی به خودش عیان لب گزیده خاموش شد. با این احوال تا پگاه به قرار نمی آییم. ابرو چین کرده به رئیس گفت یاغی خدیر. خاموش خاموش. بازار نکنید دخترها. آوازی آرامی حسن ریزا زنهای شوریده را یک بار خاموش کرد. خوش. به همه مراجعت کرد رئیس. بار دیگر تکلیفی پیشتره را به آواز میمانیم. لازم شود 10 بار آواز میدیم. من پیشنهاد دارم. از جای خیست زیبا. تکلیف میکنم که نازی سلیم رئیس جماعت انتخاب کرده شود. او را خوب میشناسیم، مرمت میکنیم، از عهده همه کار میبراید. نازی سواد ندارد. آواز برآورد کسی. سواد چی در کار؟ زنها باز مغل برداشتند. یاغی خدیر اکنون به معنی که بودن زنهای سبزبهاری سرفهم رفت. آفرین شوهرهایشان و حسن ریزا. گذشت از دلش که به کفیدن نزدیک بود. اینقدر به این زنکی یک رو موی دراز چسبیدند. اگر با او مصلحت میکردند، زنی را که آخرین بار تکلیف پیشنهاد کرد، او زیکه را در نظر داشت. رئیس جماعت انتخاب میکرد. زنی بلا بوده است. از روی دید و شنیدش زنهای سبزبهار را از گپشان گرداندن امری محال است. آنها را تنها شوهرهاشان سروری و رهبری کرده می توانستند که صدها فرسخ از اینجا دورند. حسن ریزا تبسم کنان پایان بحث زنها را انتظار می ایستاد. زیرا می دانست تا گپشان را تمام نکنند به کسی گپ نمی دهند. یاغی خدیر از آمدنش پشیمان بود. آخر می توانست بهانه یابد یا کسی دیگر را به این مجلس فرستاند. اصلا رئیس این نو را که برایش مهمان شهری واله و شیدا گشته بود از نزدیک دیدن می خواست. او را دید و هوسش پیر شد. کرای آنقدر گپ و خبر و رشک و حسد نمی کند. در دل به زیبا که هنگام گپ زدن هر زمان روی مالش را پیش می کشید نگریست. او تگی چشم همه زنها را از نظر گذرانده زیکه را از همه خوبتر یافت و نگاهش را سویش روانه کرد. این لطفی مهمانی عالی قدر از نظری تاش دور نماند که به جای رشک کردن خرسند شد. به این احوال دخترها، گفت حسن ریزا که زنها پدروار دوستش می داشتند، تا پگاه به خلاصه نمی آید. گپ خودتون. زیبا خواهد نخواهد باید به شما خدمت کند. چی گفتید؟ در زبان رئیس بابا صدقه، گفت اصلیه. اما به نگاهی ملامت آمیزی موی سفیدش دوچار شده لب گزید. کی گپ دارد؟ من. کو نازی؟ رئیس بیهوده سخنی آخرین را به نازی حواله نکرد. می دانست کلام نازی کلام همه زن هاست. زیبی جان شیرینی قند، با تو بره بریان و تخت روان وعده نمی کنیم. از تو خدمتگار مردم بودن را التماس داریم. مملکت در آتش جنگ می سوزد. مردها در دم اژدهایند.
وقتی ناز و نوز نیست. نه نگو، ناز نکن. خودت را قندالات واری شیرین نکن. جای مردی زنهای پرشکسته آمده است. زنها آب دیده کردند. نازی دوام نمود. تو نیگویی گپی ما را کی میگیرد؟ خواجگی خراب، حالمان خراب، ما را خدا رنجانده است. تو نرنجاند زیبا. در مسئله رئیسی من باشد. بوز خیر من گفته میتوانیست، حاجت به برزگو نبود. نازی سخنش را با مقال دوست داشته زنهای سبز بهار جنبست کرده، آب چشمش را پاک کرد و به بحث و مناظره های بی آخر نقطه گذاشت. رفیق نعیمی، از همین روز شما رئیسی جماعی کلانترین ناحیه هستید. مبارک باشد. موفقیت می‌خواهیم. با تنتنه دست زیبا را فشرد نماینده‌ای با اعتماد دولت جنگ زده یاغی خدیر. همین طور زیبا با جای شوهرش رئیس جماعت انتخاب شد. زنها کف زده و مغل برداشته، گریسته و خندیده رئیس انتخاب کرده اشان را تبریک کردند. تنها یکی در کنار بود، مرزیه. او که از همه پیشتر به مجلس آمده بود تا بداند که اسب پسرش را کی صاحب می شود، برابر شنیدن نام رئیس نو نبیرش را سخت به سینه‌اش زیر کرد. اشکی علم و غم گلویش را گرفته بود. او به جای پسری اسب و اداره زیبش هیچ کس را دیدن نمی خواست، لیکن علاج نداشت. اما زینهار چنین رنگ گرفتن واقعه را چشمدار نبود. مبارک مبارک. زنها نوریه و مرزیه را تبریک کردند. خدا مبارک. با دیده تر جواب می دادند مادران. معنی اشک مرزیه را هر کس هر خیل می فهمید. کمپیر از شادی گریه کرد، گفت اصلیه. از رشک و حسد گریست، گفت خاصیت. شادی کند، زیبا هم فرزندی اوست، علاوه کرد سمن. خدا انصافش دهد. بیچاره دخترم. آه کشید مرجان. نوریه دویده خانه اش رفت که تگی دیگ را علو ماند. در مهمانداری از مادر سعیدی رئیس کم بودن نمی خواست. دختری او رئیس شده بود. سعید به جنگ رفته باشد هم از بس که جایش هنوز خالی بود، مردم او را در غایبش نیز رئیس نامی بردند. عاقبت نام رئیسی با مهر و کلید جماعت صاحب پیدا کرد. مرزیه که از روز اول عروسش را خوش نکرده بود، بعد این مجلس او را بیشتر بد دید. و سمن و نازی هم کدورت پیدا شد در دلش. آنها اقسقالی نمی کردند عروسی او کجا و رئیسی کجا. راضی بود تاش یک گوش رئیس شود و زبانی. خدایا، مشک را سوار می شود. کمپیر خیالاً عروسش را سواری اسب پسرش دیده به قول معروف جان از دست و پایش برآمد. و مجالی از جای خیستن نداشت. مجلسگاه خالی شد. لاله نزد مادرش رفت. مرزیه گویا سنگ شده باشد از جای نمی جنبید. خدیر نمایشکارانه نازکدو را از کیسه برآورده به تگ زبانش ناز پرتافت. حسن رضا و زیبا نزد کمپیر آمدند. مرزیه مبارک شود. کمپیر جواب نداد. به جای یک فرزندت فرزند دیگرت را رئیس انتخاب کردیم. دخترت را تا آمدن پسرت احتیاط کن، گفت حسن رضا به کتف لاغر کمپیر دست نهاده. من کی احتیاط میکند رئیس؟ آوازی گریه آلود کمپیر لرزید و دیگر چیزی نگفته اشکش را پاک کنان دست نبیره‌اش را گرفته رفت. زیبا دخترم، کمپیر عزت کن، عزت میابی. راهبر باید ترتیب را اول از خانه خودش سر کند. طاقت کن، طاقت. گپی خانت را به کوچه نبرار. مرزیه را دیگر کردن نمی شود. رئیسی پیر که از ناسازی های روزگار زیبا خبر داشت او را نصیحت کرد.
دل زنها را یاب. آنها به تو تکیه بکنند، تو به آنها، ما به همه شما. زنهای سبزبهار زیبا را دوست می داشتند. مصلحت داده مصلحت می پرسیدند. تکیهگاه و مددگارش بودند. نرمیش که بیشتر بود تندیش را می بخشیدند. برای همیشه خندان بودنش گلی قهقهه نامش دادند. خوشدامن تکیهگاه عروسش نشد، بلکه بعد رئیس شدن او جامه جهلش را چپه پوشید. زیبا در خانه خودش امنیت را تأمین کرده نتوانست. سالهای آسایشتگی رئیس جوان سید علی نهایت سیر مهمان بود. مادر که از مرتبه پسرش افتخار داشت و زینه‌های بلندتری را برایش آرزو می‌کرد، خستگی را نمی‌دانست. پایش زمین را نمی‌دید. با غرور افتخار مادری بردم بود. مهمان‌های پسرش را پیش خود به 3 طبقه جدا می‌کرد: طبقه‌های بالا، میانه و پایین. در 3 کرسان خمیر می‌کرد: خمیر نان گندمی، جوی، زغاره. نان گندمی برای مهمان‌های عالی قدر و پسرش، نان جوی برای مهمان‌های تهجایی، زغاره برای خانواده و همسایگان. سید به جنگ رفت و به نظر مادر گویا برکت خانه را با خود برد. آنها مثل همه میزیستند، اما کمپیر به چنین برابری تن دادنی نبود. پنهان و عیان عروسش را ملامت کنان، نزد خودی و بیگانه سنگ ملامت سویش میافکند. دختری نعیم از درم در آمد و برکت خانه هم رفت. مرغ رزق و روزی امان پرید. بی انصافی کمپیرگاه چنان از حد میگذشت که حتی آغاز جنگ وطنی را به بی‌خاصیتی عروسش میچسبانید. همیشه برای آغاز کردن جنجال بهانه میجوست. این سحر نیز عروسش را به اداره جماعت با کنایه و خرخشه گسیل کرده تا آمدنش دلش قرار گرفت. در حولی جماعت کار افتادگان رئیس را انتظار بودند. خلیفه بابا که پایه‌ای تا که حولی را همراه پسرک می برداشت، رئیس را دیده در اداره را گشاد. کار افتادگان از پی زیبا به اداره در آمدند و پیشکی می دانست که چی می خواهد. به خانه هر کدامی نه یک بار و 2 بار حال پرسی رفته بود و مشکلات مردم را خوب می دانست. همه یک مشکل داشت: بینوایی. با وجود بینوایی به هر خانه مهمان می شد، یک پیاله دوغ یا یک کف قاق سیب حتما نزدش می گذاشتند. جوی پیشپزک دنبول شده از زیبی جان گپ سر کرد کمپیری از دهه سار که همراه نبیره‌اش آمده بود. زیبا معنی گپی او را فهمید. کمپیر می خواست از یک گوشه جوی نارسیده درویده دلده پزد. الحال اگر او اجازت می داد، دیگران نیز همچنان می کردند و جوزار بعدی چندی به پادجا تبدیل می یافت. کمی دیگر صبر می کنیم بیبی، اندکی دیگر. نرم و مصلحت آمیز گفت زیبا، هرچند در دل خواهش کمپیری رنگ کنده را معقول می دانست. من صبر می کنم، اما اینها جان به حق می سپارند. نبیره های رنگ کنده‌اش را که دامن و آستین بیبیش را سر نمی دادند نشان داده: یگان علاج کن زیبا جان، الهی بخت سفید شود. یگان علاجمان صبر کردن بیبی. دیگر علاج نداریم. در انبار اندکی غله است، آن هم برای تخمی. از همان غله یک تاقیت جانی بیبی. زاری کرد کمپیر. در خانه بیمار دارم. عرض کار افتادگان اساساً عرض بینوایی بود. بابا، از تریزه به موی سفید مراجعت کرد زیبا. تاش رایاب. دیری نگذشته مدیر انبار به اداره وارد شده سوال‌آمیز به رئیس جماعت نگریست. چقدر گندم تخمی داریم مدیر؟ همان قدری که دیده بودی رئیسه. دینه حق بچه ها را ندادی؟ از خانه آچدنی، از انبار کالخاص. به آنهایی که رخصتنامه دارند غلطی. دیگران صبر میکنند. او سراسیمه خطچه نوشته، مهر و امضا گذاشت و به دست پیرزن داده شنوا گفت:
بیبی همراه مدیر به انبار می روی و حقت را می گیری. کمپیر جماعت و دولت را دعا کنان از پسی تاشی بی دماغ روان شد. مردم به اداره جماعت بی ایست درآو و برا می کردند. ارزاق داغی داشت. الها نهیم جایش جنت شود. مغل کنان آمد کمپیری اصل. 100 بار گفتم که یگان خطکشانی پرو پا داشته را بکار گیر. الها در کفی پای یگانه لطیف سنکوب براید که بی ایمان خواهد کار میکند، نخواهد با هوای بروتش خودش را شمال داده میگردد. کمپیر سبدش را که اندکی ریشه پی پیشک داشت با شست به زمین گذاشت. گیر خور دخترم، میوه بهار. ریشه گیاه را با ناخن تازه کنان سخنش را دوام داد. لطیفه ندیدی؟ گفت زیبا. کمپیر همانا ثروت غنیمتش را به حاضران تقسیم کرده یکی را برای خود گرفت و سبد خالی را به تکه دیوار گذاشت. رئیس بی هیبتی بیبی، یا او را جیغ زده تنبیته یا از پشتت من به حسن عرض میکنم. من هم نزد رئیس بابا میروم، از بالای همه عرض میکنم. نه، نرم شد زنی ساده. تنابش را یک بار سخت کش. مالش وعده داد رئیسه. لطیف به دستم افتاد، ریشش را یکتار میچینم. من بیند میگریزد. خود حاضر از دور ما را دیده چپ غلط داده سوی مزار گریخت. این مزار کشد تو بر این خط کشانه. اصل راست میگوید. خط نباشد خی گوید که نیست. چی میگریزد؟ گفت کار افتاده ای. از پسر خودش هم خط نیست. گفت زیبا آه کشیده. از تو گریزد هم از خودش کجا میگریزد؟ خاموشی ناگواری به میان آمد. موسیقی از شاخ توت بی ایست کوکو گویان سوال کمپیر را گویا تکرار میکرد. اصل به ناحقی خود تن داده نرم گفت. او را ببینی از نام من عذر پرس دخترم. زیبا تبسم کرد. او زود چون این سپارش های عجیب و غریبی زنهای سبز بهار را اجرا میکرد. زبانم خدا گیرد. ای بی لطیفی بیچاره چی؟ از علم میگویم. همه امید به خودت زیبی جان. رو پوشیده را تفتیش کن. در یگان کنجش کتی شادی جانی من درماندگیست. هیچ ممکن نیست که همین قدر وقت به آچه بدبختش خط ننویسد. کمپیر ریشه گیاهی در دستش بوده را به نشانه تگی در پیدا شده دراز کرد. مخور، نصیبه تو بوده است. البته می روم. می بینم بیبی جان. با نگاهی پرتبسم دوگانش را استقبال کرد زیبا. الها سعید و دلاور و همه بچه های سبز بهار همراه شادی جانی من به خانه هایشان برگردند. توی تماشاها شود. آمین. همه خامشانه دست به روی کشیدند. زیبا کار افتاده ای را گسیل کرده برگشته دوگانش را آغوش کرده بوسید. نشانه با اشاره حالش را پرسان شد. چرا گریستی؟ گریستم؟ کی گفت؟ زیبا درک کرد که ورمی چشمانش از نظری دوگانه حالدانش دور نمانده است. در جواب چیزی گفتنی شد که به اداره لطیفی خطکشان در آمد. نظر هر دو به اختیار به پای چوبین خطکشان افتاده به زمین چشم دوختند. دعای اثر را از پس توت شنیدم. خلطه خالیش را به زمین نهاده به گپ در آمد لطیف. نشانه اکنون به لبان خطکشان که از علم می پریدند می نگریست. ما را ببخشید بابای جان. عذر پرسید به جای هم از زیبا. کمپیر نمی داند خود را به کجا زند. من هم از روبرو شدن با او می ترسم. گفت زیبا. من یگان روز از دعای مردم می مرم. گناه من چی دخترم؟ ملایمتر شد موسفید. ما را به جای کمپیری علم زده ببخش بابا. گفت زیبا برابر نشانه به خلطه روی فرش با امید نگریسته. او را خدا ببخشد. دخترها. به خلطهش دست بود. فقط 2 برگک دارم. هر دو برابر به دست موسفید چسبیدن. خطکشان تومار خط را به نشانه داده زیبا را لحظه ناامید کرد.
اینش از تو. مبارک باشد. هر دو قرضدار شدید. این دفعه شادی کردن نوبت ما. بچه پدری پیرش را فراموش نکردگی است. خطکشان پای چوبینش را کشاله کنان برآمده رفت. خطی دلاور. خندیدن چشمان نشانه. خطی سعید. حق حلال خود را، میوه صبر و انتظاری را از بیبی تقدیر ربوده، دو دختر مشتاق همانا هم دیگر را از یاد برآوردند. نشانه نفسگیر خط را به چشمان پر اشک مالیده و بوسیده کشاد و همانا در دریای مهری خطی سی گوشه دلاور غرق شد. زیبا نامه را با انگشتانی لرزان باز کرده، شتابان نظرش یک پاره کاغذ از راه دور برای رنجانیدن خاطرش رسیده را فرا گرفت. خطی بین ابروانش عمیق‌تر شد. زین مشک را گرم کرده گشته ای؟ احتیاط شو، نغلطی. می نوشت سعید. زیبا نامه را تا آخر نخوانده، آشفته خاطر بر روی میز گذاشته، آهی کشیده به کوه روبرویش چشم دوخت. قبر شیطان که همیشه از چهار طرف دیه را تحت نظر داشت، به نظرش چنان تافت که الحال تنها به او می نگریست. نگاهش سیاه و وهم‌آور بود. بین جنگ خانمان سوز و این نگاه سیاه فرقی وجود نداشت. چهره این نشانه گل می کرد. شادی حسنش را افزون می ساخت. توماری بختاوری سی گوشه را بوی می کشید. می بوسید، بدیده می مالید، پیش خود عاشقانه شرح می داد. یک گوشه تومار خط دلاور، گوشه دیگرش من، گوشه سیوم سبز بهار. عشق دلاور و نشانه مثل عشق سعید و زیبا بلند آوازه نبود. عشق حقیقی باید بی غوغا و بی صدا، بی رشک و کینه باشد. مانند عشق دادرش و دگانه لالش. عشق ثروتی تنها دو نفر است. می اندیشید پیش خود محزونانه. عشق ما از آوازه و دروازه سر شده، بر اشک و ناباوری تبدیل یافت. او و سعید عشقشان را به تمام ناحیه آوازه کردند و دیر نگذشته نالیششان از ترانه‌شان بلندتر شد. در هر دو رخسارش گویا الاو می سوزد، الاوی عشق. می اندیشید زیبا به رخساره از بخت ارغوانی نشانه نگریسته. عشق می سوزاند، آدم را خاکستر می کند. اما سوختنش هم حلاوت دارد. نه، من به گوینده موافق نیستم که نالیده است. بسوزد خانه لیلی و مجنون که رسمی عاشقی در عالم انداخت. دختری عاشق به مانند همه عاشقان شاعر مزاج، شاعری کلاسیک را به طریق خود تحریر کرد. نسوزد خانه لیلی و مجنون که رسمی عاشقی در عالم انداخت. رفتیم لیلی. آهش را در دل جنبش کرده از آستین دختری از شاعری او و عشق لیلی و مجنون بیخبر، اما خوشبخت که بجز یک پاره کاغذی قاصدی دیر انتظار کسی و چیزی برایش وجود نداشت کشید. نشانه خط را به دوگانش داد. ببین، دیدی؟ اشاره کرد به تومار خط. عاشق نقاش جفت کبوتری را تصویر کرده بود که سوی یک دیگر میل پرواز داشتند، اما سرنیزه کمان آنها را از هم جدا می کرد. الها بیشکند دستی کمان ساز که از دستی کمان بی خانمانم. زمزمه کرد زیبا خط را بوسیده. نشانه یک بار زیبا را آغوش کرده چشمانی به چشمان دلاور مانندی او را بوسه باران کرد.
خلیفه بابا کدوی آب در دست در آستانه پیدا شده بود. حیران گفت: نشان بانو، تو هم به جنگ می روی؟ دختر با تبسم شیرین کوزه کدوی پرآب را از دست مویسفید گرفته سیری آب نوشید. به ما هم می رسیده باشد. از تگی بینی دوگانه‌اش صدا کرد زیبا که واقعا آب می خواست، زیرا دهانش از سخنان تلخ شوهرش تلخ شده بود. به من هم ته تو تنها خط نگرفته ای کو؟ نشانه پی برد که زیبا وقتهای آخر زود زود آب می نوشد. اندیشه‌اش را به مادرش نیز اظهار کرده بود. این بار زیبا قطره نوشیده لبانش را با کف پاک کرده یک باره قهقه زده خندید. همین قهقه ناگهانی او را مویسفید برابر جانش دوست می داشت. قهقه او نه تنها زنگ دل خودش را بلکه زنگ دل اطرافیانش را نیز می شست. خنده ناگهانی و ترکشدارش را البته خودش شرم می داد. حالا نیز همچنین شد. بگاهی با خشتامنم جنگ کرده خود به خود قسم خوردم که بر قصد یک روز دراز آب را به دهان نمی برم. سیراب شده بعد قسمم به یادم رسید. به چی قسم خورده بودی؟ پرسید مویسفید. نان زند، گفته بودم. کو همان نانی تو را می زدگی؟ خندید مویسفید که کدوی کوزه را به کنج دیوار گذاشته رفتنی بود. ایست، بابا خشتامنت دوستت می داشته است. زیبا از غلدان یک پاره قند زرد شده را برآورده 5 تقسیم کرد. اینش برای علم و لاله شرداد پاره ها را به کاغذ پیچانده. خاموشانه نصیبهشان را به آب خنک تر کرده خوردند. قند مزه تلخ داشت، اما کسی قایل نمی شد. در عین حال این 3 تن دولتمندترین آدمان سبزبهار بودند. آنها قند می خوردند، قندی تلخی جنگ را. انجام گفتار 9 رامن زنان سبزبهار گل رخسار. در آماده نمودن گفتار اینها سهم گذاشتند: شهاب الدین حق نظر، محمد جان شادی، طالب محمود.